الان ساعت 8 و من میخوام آماده بشم برم کتابخونه. دارم برخلاف میل باطنیم قهوه درست میکنم. اصلا خوشم نمیاد از قهوه. من عاشق ماچام، ادایی هم خودتونین چون من واقعا ادایی نیستم. سلام آقا، حالتون چطوره؟ من دارم چیزای مقوی دیگه نه نمیخوام چیزی. ما الان اینجا چیکار میکنیم؟ ما اومدیم پیش عباس. باشه عباس نباشه حالا یه قومی هست نمیدونم. مارغولون. خب الان آدرس کتابخونه‌مون رو میفهمم. الان بگی نه نمیفهمم. کجا میفهمم ما کجاییم؟ اصلا اشکال داره بفهمم ما کجاییم. خب دستتو دورتر بگی تا حرف بزنم. خب دوستان ما صبحونه خوردیم. خانم واسمون صبحونه آورده بود، زحمت کشید ولی باز گشنمون بود دیگه. گفتیم بیایم یه املت مشتی بزنیم. املت تند مشتی بزنیم و دوباره برگردیم سر با سبزی. حالا دیگه شرف اون نباید با نوشابه. الان میگه با پیاز. نه املت میپرسیم بپرسیم دانیا. سلام، وقتتون بخیر. منوتون همینه؟ یعنی مثلا صبحانه و اینا نداریم؟ مرسی. بچه این اشتباه نیومدیم؟ بچه یه سر پایین‌تر یه کافه هست روه شکست خورد برنامه همون. بچه ها که ساغر گفت بوم نمیشه ویدیو بگیرم، من استراب اجتماعی زیر سه. بچه جا نیست بشینم. چرا یکی خودت خواست بابا اینا خیلی. بچه ها این ویدیو رو صرفا دارم برای ولاگ میگیرم دیگه. دیدین دیگه، زیاد دیدین. خداحافظ شما، ما گشنمون. نمی‌ریزه. انرژی زنانه دوستم خیلی بالاست. بچه ساجده واسه اون غذا درست کرد. ساجده مرسی که به ما بدبختا کمک کردید. مرسی. دونده محبوبم احوازی. شما میدویدی؟ میدویدی چه میگه؟ اصلا بابا خاموش کنی سام بردن رو. بعد فاطمه توی میگی من شماره کارتمون بلد نیستم. اصلا تو وقتی اپ داشته باشی نیاز نیست گوشیت شماره کارت حفظ کنی. اون رو میدونم، سی ویدو رو بلد نیستم. حفظش کن. 3 رقمه. یه لحظه وایسا.
گوش بده. همه اینا رو تو مگه پزشکی قبول نشدی؟ اون همه درس رو چجوری یاد گرفتی؟ 3 رقم عدد نتونستی حفظ کنی؟ بچه‌ها امشب با داشتیا وقتی چای می‌خوای جمعش کنی؟ حتی چایی هم حساب نکرده. ببین چقدر پروه. نون دم آذر منتظر کارهای گرامتون هستی. عزیزم بیا. ساکت شد. بیلاخ داشتی میره. بگو ساسیمان کم پلی کن. ساسیمان کم پلی کن. وای وای عزیزم کجایی؟ من تو ترافیک فرش. بچه نزدیک محل کارم این دیگه بسته.